دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. میخواستم توضیح درباره دستگاه قالیشویی و نحوه شستن فرش داخل قالیشویی بهتون بگم. نکنید داخل این هر قالیشویی یه سالن شستشو داره. سالن شستشوی ما اینجوریه. فرش پهن میشه داخل این سالن شستشو، یه دور آبگیری میشه و مواد نانومون و مواد براق کننده و اینا همه روش ریخته میشه. زمانی که ریخته شد یکم به فرش مهلت میدیم تا استراحت کنه و اون مواد روش قشنگ نم بگیره. زمانی که گرفت به وسیله این فرچه ها چیه؟ این همون فرچه های دستی خودمونه، خب ولی برقیه و بزرگتره. به 3 حالت مختلف روی فرش کشیده میشه. مثلا این فرش شما 3 بار روش کامل رد میشه، روشن میشه، روی فرش میره، قشنگ همه لکه‌هاش اینا رفع میکنه. بعد از اینکه رفع کرد ما یه دور آبگیری میکنیم. وقتی زمانی که لکه نداشت بار دوم آبگیری میکنیم، باز دوباره مواد خاصمون رو میریزیم روش. زمانی که ریختیم از اون بالا لوله میکنن. نکنین هر قالیشویی سکو شستشو نداره. شما اینو ملاحظه بفرمایید، سکوه. خب سکو بعضی از قالیشو روی زمین میشورن. روی زمین چیه؟ روی زمین وقتی میشورن کارگرها مجبورن که از زمین راست کنن بزنن روی این چرخا. خب چون اول آخر باید بذاره روی این چرخا. دست اونقدر توان نداره که فرش به اون خیسی رو بتونه بزنه داخل دستگاه. آره، این سکو الان خیلی جدید شده و قالیشو صنعتی دارن این سکوها رو. زمانی که لوله شد میاد اینجا، به وسیله این چرخ روی این چرخ قرار میگیره و میره داخل دستگاه‌های لول. نکنین دستگاه‌های لول دستگاهی که جدیده. خب نسبت به قالیشوی سنتی دستگاه خیلی جدیدیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فرش شما لول میره داخلش. خب لول میره داخلش، لول هم در میاد. فرش شما هیچ گونه آسیبی نمیبینه. قالیشوی سنتی چی کار میکردن؟ قالیشوی سنتی وسیله این دیگ برای شما فرشتون رو خوش میکنن. معایب این که فرش داخل این خوش بشه اصلی ترینش اینه که فرش شما میشکنه و تار و پودش از همدیگه جدا میشه. این هر چقدر که صافش کنی روی خونه پهن باشه پا بخوره دیگه این هوای صاف نمیشه. ما اینو برای پتو اینجور چیزا استفاده میکنیم، پتو و بالشت و اینجور چیزا. زمانی که فرش شما میره داخل این دستگاه ها این در بسته میشه. زمانی که در بسته شد این در بسته میشه. زمانی که در بسته شد دستگاه رو روشن میکنن بچه‌ها. تو اون دور اولیه‌ای که میزنه فرش شما کاملا میچسبه به اینجا، آبش گرفته میشه. زمانی که آبش گرفته شد در رو باز میکنیم، یه دور برگشت داره. دور برگشتش رو میزنی که بچه ها اذیت نشن، بخوام بکشن و فرش مردم یه موقع خدای نکرده پاره بشه و اینا. دور برگشت رو میزنین، قشنگ فرش برای لول میشه. فرش رو بچه ها میکشن بیرون، میانن در این بخش پهن میکنن. حالا این بخش چیه؟ این بخش گرم خونه است. خب به اصطلاح ما گرم خونه است. این بخش پرده‌ای داره که کشیده میشه. اول کورش روشن میشه. یه بخش کوره داره اون پشت یه بخش کوره داره. کورش روشن میشه. بعد از یه رو فنش روشن میشه و عرض نیم ساعت فرشا رو خشک میکنه و آماده تحویل میشه. این یکی از نمونه کارامون که فرش دستباف هست و آماده تحویل شده. شما نگاه کن، فرش دستباف یه تار و پود خاصی داره. خب این تار و پود اگر مواد خاص نداشته باشن، دستگاه خاص نداشته باشن،
این فرش رنگ قاطی میکنه، این سفیدا همه قرمز میشه، قرمزا سفید میشه، اصلا یعنی یه چیز فاجعه‌ای میشه. اینم فرشی که آماده تحویل شده، ملاحظه بفرمایید.